افی الله شک فاطر السماوات والارض. آیا در موجود بودن خداوندی که آسمان و زمین را، آسمان ها و زمین را ساخت، آیا شبهه داری؟ آیت که در قرآن نازل شده است به هر یک عاقل، به هر یک ذاتی که شخصی که تفکر میکند، عقل خود را استفاده میبرد، این قدر آسمان ها است و زمین های است، در بین این آسمان و زمین ناز و نعمت هایی هست که با ساختن الله به دنیا آمده است. این تمام مخلوقات هایی که غیر الله هست نمیتواند که خود را سازد، نمیتواند که خود را پیدا کند. از دریای عدم، از دریایی که نبودن است، از دریایی که هیچ است، از آنجا خود را برآورده نمیتواند. اگر برآورده میتواند گوییم انسانی که هست برای چی خود را نمیتواند عمر خود را، حیات خود را با بهترتر کند یا که عمر خود را زیادتر کند؟ انسانایی هستند که بای هستند، ثروت مادی که ظاهری که در دست خود دارند، لیکن نمیخواهند که بمیرند، نمیخواهند که جانشان را به الله بدهند. از این میفهمیم که اراده ما، اراده مخلوقات، اراده که حیوان ها دارد، انسان ها دارد، این اراده اینها مقید است، مختصر است، مقدر است، یعنی که یک قدر، یک معیار، یک حد خود را دارد، بلا نهایت نیست. از این میفهمیم که این ما را، اراده ما را، فتهای وصفهایی که ما داریم یا که دیگر مخلوقات ها دارد، اینها را یک سازنده ساخته است که به هیچ محتاج نیست. این سازنده الله است، الله متعال.